این ویدیو به مفهوم و توضیح الگوریتم با چندین مثال پرداخته شده که حتما بهتون پیشنهاد میکنم تا انتهای ویدیو همراه من باشید. یکی از مباحث خیلی پایه‌ای در نرم افزار برنامه‌نویسی مبحث الگوریتم ها هستند. الگوریتم ها مراحلی هستند که انجام میشه تا ما به نتیجه یکتا برسیم. برای اینکه ما بتونیم یک الگوریتم رو تعریف کنیم یک سری نیازمندی ها وجود داره. اول اینکه باید قابل توصیف باشه، یعنی باید به یه زبان قابل فهم و قابل توصیف ما بتونیم اونو به یک شخص دیگه انتقال بدیم. و دومین موضوع اینه که حتما باید دقت کامل داشته باشه، بدون ابهام و به صورت کاملی این دستورات ارائه شده باشه. و اینکه نکته سومیش اینه که حتما باید قابلیت اجرا توسط یک ماشین یا کامپیوتر رو داشته باشه. برای درک مفهوم برنامه‌نویسی میخوام براتون یه مثال بزنم. شما تصور کنید که یک کارگاه تولید قطعه دارید و یک کارآموز فوق‌العاده شیطون و بازیگوش قراره بیاد اونجا و به شما کمک کنه که یک قطعه رو تولید کنید. شما باید یک تمام مراحل رو به اون شخص توضیح بدید که به صورت مرحله مرحله چه کارهایی رو انجام بده و کاملا واضح و با دقت بالا توصیف کنید تمام این مراحل رو براش. و اگه کوچکترین مرحله دقیق نباشه و کاملا توصیف نشده باشه برای اون شخص قطعا قطعه‌ای که برای شما تولید میکنه با مشکلاتی و نمیتونه هدف شما رو برآورده کنه. به تمام این مراحلی که شما به اون شخص توضیح میدین میگن مراحل الگوریتمه. حالا این مثال خیلی ساده درباره الگوریتم ها بزنیم. میخوایم ما یه برنامه روتین خواب ارائه بدیم که به یه شخص که بتونه تصمیم بگیره که چه مراحلی رو انجام بده و بعد از اون بتونه به خواب بره. ما اولین مرحله شروعه. آیا میگیم که آیا زمان خواب هست؟ اگر زمان خواب بود و اون شخص رسیده بود به مرحله‌ای که باید کم کم آماده میشد برای خوابیدن، میگیم که اگر این مرحله بود پس میتونه بره مرحله بعدی و مسواک بزنه. اما اگر هنوز زمان خوابیدن نرسیده بود دوباره برمیگردیم به عقب به شروع و هر موقع زمان اون شروع پروسه خوابیدن بود میتونه بره مرحله بعدی. حالا به مرحله مسواک زدن رسیدیم. اینجا یه سوال میپرسیم از اون شخص: آیا مسواک زده اید؟ اگه مسواک زده بود میتونه بره مرحله بعدی که پوشیدن لباس خوابه. اما اگر مسواک نزده بود هنوز بهش اجازه نمیدیم و دوباره باید برگرده به مرحله قبلی و دوباره اون مسواک زدن رو انجام بده. حالا تو انتهای این مرحله ما ازش یه سوال میپرسیم: آیا هر دو مرحله مسواک و لباس رو انجام داده؟ اگر انجام داده بود که میتونه بره مرحله بعدی، ولی اگر انجام نداده بود با توجه به اون مرحله‌ای که انجام نداده بود باید برگرده و اون مرحله رو انجام بده تا اجازه رفتن به مرحله بعدی رو داشته باشه. ولی ما میتونیم اینجا الگوریتم خودمون رو عوض کنیم و بگیم که اگر یکیشون هم انجام داده بود میتونه بره مرحله بعدی، یا مثلا بگیم که مسواک زدن خیلی برای ما مهم نیست، میتونه مسواک زدن رو رد کنه ولی لباس خواب حتما واجبه. اگه این مرحله رو انجام داده بود حتما اجازه رفتن به مرحله بعد رو داره. و به صورت حالا مدل های مختلفی که میتونه به ذهنمون برسه ما قابلیت عوض کردن این مراحل و شرط هایی که اینجا قرار میدیم و داریم. حالا ما با توجه به شرطی که اینجا قرار دادیم و اگر انجام شده بود اون شرط ها میریم یه سوال دیگه میپرسیم. اینجا میگیم که آیا فردا روز کاریه؟ اگه روز کاری باشه میگیم باید 1 ساعت کوک کنه و باید یه آلارم اینجا بذاره. اگه آلارم بذاره روز کاری باشه، آلارم اگر گذاشت دوباره مثل قبل همینجوری میتونه بره خواب و پایان، و اگر نذاشته بود برگرده عقب. اما اگه روز کاری نبود نیازی به آلارم نداره، پس مستقیما میتونه بره مرحله خواب و پایان.
تو این مثال ما میخوایم اعداد زوج بین 10 تا 99 رو نشون بدیم. به نرم افزار اون اولین عدد یک متغیر تعریف میکنیم به نام i و عدد 10 رو در اون قرار میدیم. اینجا i ما مساوی عدد 10 به عنوان اولین عدد زوج تو این لیست اعداده. حالا مرحله بعدی میایم میگیم i رو نمایش بده. i ما در مرحله اول مساوی 10. حالا اولین عدد زوج بعد از 10 ما چطور میتونیم به دست بیاریم؟ با اضافه کردن عدد 2 که ما به عدد 12 اولین عدد زوج بعد از 10 میرسیم. حالا میگیم اون عدد i رو که داشتیم و نگه دار، به علاوه 2ش کن و دوباره در i بریز. در i جدید ما میشه i قبلی به علاوه 2. i 10 بود، حالا اینجا به علاوه 2 میشه، پس توی مرحله i رسید به 12. آیا ما به عدد 99 رسیدیم؟ آخرین عدد زوجی که توی این لیست اعداد ما داریم 98. پس ما میگیم اگر آی ما کوچکتر یا مساوی عدد 98 بود تو هنوز میتونی ادامه بدی، ولی به محض اینکه از عدد 98 رد بشی بری بالاتر دیگه خارج از هدف ماه و ما اون اعداد نیاز نداریم و به پایان میرسیم. حالا ما رسیدیم به 12. آیا 12 هنوز کوچکتر از 98؟ بله. پس ما میایم بالا، دوباره میگیم 12 رو نشون بده و دوباره 12 رو به علاوه 2 کن و بریز توی آی. حالا آی جدید ما 14 و ما همین روند رو انقدر ادامه میدیم با نرم افزارمون که به عدد 98 برسیم. وقتی به عدد 98 رسیدیم میگیم که حالا بیا باز عدد 98 رو نشون بده و بعد عدد بعدی 98 100. حالا به 100 که رسیدیم 100 بیشتر از 98 و دیگه شرط ما اینجا برقرار نیست و به پایان میرسه این الگوریتم ما. اینجا من برای شما یه تمرینی قرار دادم که متوجه بشید آیا مفهوم الگوریتم رو به درستی متوجه شدید یا نه. توی این الگوریتم ما قراره به کاربرمون نمایش بدیم در انتها که آیا با توجه به سنی که وارد کرده آیا واجد شرط رأی دادن هست یا نه. تو اینجا توی شکل شماره 1 و شماره 2 خالی هستش و بقیه قسمت ها و مراحل پر شده و شما توی کامنت ها برای من حتما بنویسید که شماره 1 و شماره 2 چه چیزهایی باید باشن و توی این هدف از این الگوریتم پس شد در نهایت این که به کاربر با توجه به سنی که وارد میکنه و ما شرطی قرار بدیم که در نهایت به کاربر نشون بده که آیا واجد شرایط رأی دادن هست یا نه. و اگر سوالی داشتید حتما میتونید زیر کامنت از من بپرسید. در صورتی که مفهوم الگوریتم هنوز برای شما گنگه، در انتهای ویدیو مثالهای بیشتری براتون زدم و این مثالها کمی پیچیده تر و مفصل ترن و در صورتی که احساس میکنید نیاز دارید که با مفهوم الگوریتم بیشتر آشنا بشید حتما تا انتهای ویدیو با من همراه باشید. اگر نیاز دارید که الگوریتم رو به صورت تئوری یاد بگیرید چند تا موضوع رو بهتون میگم که میتونید حتما راجعشون گوگل کنید و اطلاعات بهتری رو پیدا کنید. چون هدف این کانال بیشتر به صورت عملی هستش خیلی من روی تئوری ها مانور نمیدم. یکی از موضوعاتی که هست اینه که الگوریتم ها به این صورت نمایشی که در حال حاضر میبینید میگن فلوچارت و فلوچارت ها نحوه نمایششون این که ورودی ها به چه صورتی باشه، خروجی ها به چه صورتی باشه، نوع شرط ها به چه صورتی باشه، اینا هر کدوم شکل های مشخصی دارن و قرارداد شده هستن و نوع دیگه ای هم که وجود داره برای نمایش الگوریتم نوع سودوکد هست که میتونید این دو مدل رو سرچ کنید و اطلاعات خوبی پیدا کنید. حالا بریم سراغ این مثال. توی این مثال قرار این که 3 تا عدد رو از کاربر بگیریم و به ترتیب از بزرگ به کوچیک این عددها رو مرتب کنیم و در نهایت به کاربر نمایش بدیم. ما اول
اون سه تا عدد رو از کاربر میگیریم و بعد از اینکه از کاربر گرفتیم بذارید از ساده ترین حالت شروع کنیم، از اینکه این سه تا عدد x, y, z به ترتیب x از همه بزرگتره، y بزرگ و بعد y و بعد z. حالا ما اینجا میرسیم میگیم آیا x از y بزرگتره؟ بله. حالا x پس از z هم بزرگتر بود، پس اینجا هم ما دوباره میریم به مرحله بعد، یعنی توی اون روند یس ما میریم جلو و حالا ایگرگ هم میگیم آیا از زد بزرگتره؟ بله. پس ما جواب x از ایگرگ از زد بزرگتره رو نمایش میدیم. حالا ما میایم یه مقدار میریم مرحله رو عوض میکنیم، میگیم که x از y بزرگتر باشه، x از z هم بزرگتر باشه. پس این دوتا هنوز بله هستن. میاد اینجا میگیم که ولی y از z بزرگتر نباشه. تو این حالت ما به جای اینکه اول y رو نمایش بدیم مثل حالت قبل بعد z مجبوریم که z رو قبلش نمایش بدیم چون z از y بزرگتره. پس هم x از z بزرگتره، هم اینجا با توجه به این شرط z از y بزرگتره، پس به این صورت باید نمایش بدیم x z y. حالا توی این حالت ما میرسیم به این مرحله، میگیم که x از y بزرگتره اما x از z بزرگتر نیست. پس z وقتی که از x بزرگتره، از x هم از y بزرگتره، پس z از همه بزرگتره. z میاد توی جایگاه اول. حالا بین x و y چون x بزرگتر از y، x میاد توی جایگاه دوم و y میاد توی جایگاه سوم. حالا توی این مسیر حالتهای بعدی که برای ما وجود داره اینه که میگیم حالا x از y پس میتونه بزرگتر هم نباشه. وقتی x از y بزرگتر نباشه میایم مرحله دوم توی این قسمت چک میکنیم که آیا x بزرگتر از z هست. اگر بود پس x از z بزرگتره اما y از x بزرگتره. پس اول میشه y چون y هم با توجه به این شرط از x بزرگتره و x هم از خودش از z بزرگتره. پس اول میشه y بعد x بعد z. توی حالت آخر y از x بزرگتر نیست و اینکه x هم از z بزرگتر نیست. پس x از همه کوچیک‌تره. یه مقدار شاید پیچیده باشه ولی اینجا ویدیو رو میتونید استاپ کنید، یه مقدار راجبش فکر کنید، خودتون آنالیز کنید و بعد برید جلوتر. اینجا y میگیم که آیا حالا y از z بزرگتره؟ جواب بله هست. پس y از اینجا از z بزرگتره. با توجه به مرحله قبلی هم که x از z بزرگتر نبود، پس نقیص x بزرگتر از z نبود، میشه z کوچکتر از x. z بزرگتر از x. پس y میشه بزرگتر اول از همه، بعد z بعد x. و در نهایت در امکان آخری که وجود داره اینه که ما x مون از y مون بزرگتر نیست و z مون از x مون با توجه به اینجا کوچکتره و y مون هم از z مون کوچکتر نیست. پس z میشه اینجا برعکس میشه، یعنی این نوع علامت برعکس، z y میشه کوچکتر از z، x میشه بازم کوچکتر از z و برعکس اینم میشه x هم کوچکتر از y. اگر x کوچکتر از y و x هم کوچکتر از z، پس x از همه کوچکتر در جایگاه آخر، y کوچکتر از z، پس y در جایگاه دوم با توجه به اینکه y از x بزرگتره و z هم در نهایت در جایگاه اول و بزرگترین عدد. اینجا ما لازم داریم که ببینیم همه حالتهای مختلفی که بین این سه تا عدد ممکنه رخ بده رو توی ذهنمون بررسی کنیم، دونه دونه بریم جلو و حالتهای مختلف رو که رفتیم جلو در نهایت اعداد رو مرتب کنیم و به کاربر نمایش بدیم و در نهایت این الگوریتم به پایان میرسه.
حالا با هم دیگه یه مثال دیگه از الگوریتم‌ها رو بررسی کنیم. توی این مثال ما می‌خوایم یک قرار ملاقات رو با یکی از دوستامون ترتیب بدیم. اینجا به این صورت شروع می‌کنیم که ما با منزل اون دوستمون تماس می‌گیریم و دو حالت داره. یه حالت این که اون دوستمون هست خونه و جواب تلفن رو ما رو میده و حالت دوم اینه که نیستش. حالا اگه اون دوست ما نبود، ما یک پیام براش میذاریم و منتظر جوابش میمونیم و اینجا ادامه پیدا میکنه تا به ما زنگ بزنه. پس تو این حالت شبیه حالتی که میشه که برمیگردیم به اون مرحله‌ای که دوست ما جواب داده و هستش. حالا ما به اینجا به اون دوستمون پیشنهاد میدیم که آیا میخوای با هم دیگه یک وعده غذایی رو صرف کنیم و منتظر جوابش میمونیم. حالا باز دو حالت داره، یعنی به ما میتونه بگه هم آره هم نه. حالا اول بررسی کنیم که میگه آره. وقتی بگه آره ما میگیم که میخوای شب با هم دیگه بگذرونیم، یعنی بعد شام رو، و اینجا اون قرار ملاقات ما رو ترتیب میدیم. حالا ما میایم یه حالت دیگر رو بررسی میکنیم که بگه دوستمون نه. حالا ما اینجا میگیم که خب حالا وعده غذایی رو دوست نداری، آیا میخوای یه نوشیدنی رو با هم دیگه بخوریم؟ اینجا دوباره منتظر جوابش میشیم که دو حالت باز بیشتر نداره، یا میگه آره یا میگه نه. حالا اگر گفت آره میایم چند تا پیشنهاد بهش میدیم، میگیم که چای یا نوشابه چه چیزی تمایل داری و اونجا این مرحله بعد خب با توجه به جوابی که میده یکی از این گزینه ها رو ما انتخاب میکنیم و در نهایت باز به اون قرار ملاقات ختم میشه. حالا اینجا اگر به ما جواب داد که نه نوشیدنی هم دوست نداره و ما هنوز علاقه‌مند بودیم که بازم اصرار کنیم یه جورایی و ترغیبش کنیم به اینکه به یه قرار ملاقاتی برسیم. حالا میایم اینجا تو این حالت میگیم که آیا کاری هست که علاوه بر اینها علاقه داشته باشی انجام بدیم، و اینجا میرسیم به این مرحله که دوباره باز دو حالت بیشتر نداره، یا آره یا نه. اگر گفت نه پس یه پیشنهاد دیگه بهش میدیم، یه حرکت تفریحی دیگه بهش پیشنهاد میدیم، همینجوری این کار رو ادامه میدیم تا یه جواب مثبت ازش بگیریم. اینجا وقتی گفت جواب مثبت رو داد و راجع به اون حرکت و پیشنهادی که ما دادیم میگیم که خب پس بیا منم موافقم، بیا اون کار رو با هم انجام بدیم و میریم اون حرکت رو انجام میدیم. حالا ببخشید، حالا این نکته‌ای که هست اینه که کلا راجع به الگوریتم‌ها خیلی دقت کنید. باید اینه که ببینید چه حالت‌های امکان داره رخ بده و تمام حالت‌های مختلف رو بررسی کنید و تا به این نتیجه برسید. اما اینکه از همون ابتدا نمیتونید شما همه حالت‌های مختلف رو بررسی کنید. اصلا دیباگینگ و ارتقاء کد از همینجا شکل میگیره که شما یک کدی رو می‌نویسید و طی زمان اینو ارتقا می‌بخشید بهش و این خیلی نکته مهمیه. حالا من توی توضیحات ویدیو براتون یه سری لینک و مطالب آموزشی دیگه میذارم، حتما کسایی که علاقه‌مندن برن اونا رو انجام بدن، مطالعه کنن و اطلاعات بهتری رو میتونن از این لینک ها هم بگیرن. خیلی ممنون که همراه من بودید. خدا نگهدار.